سلام به کانال آشپزی با شلی، خوش اومدین. توی چند دقیقه آینده قصد دارم بهتون کوکی کشمشی رو آموزش بدم. این کوکی بسیار نرم و در عین حال کریسپیه با عطر دلپذیر کره. امیدوارم که شما هم درست کنین و از طعمش لذت ببرید. با من همراه باشید. اول از همه فر رو با دمای 375 درجه فارنهایت یا 180 درجه سانتیگراد گرم میکنیم. بعد از اون 170 گرم کره بدون نمک رو با همزن به مدت 1 تا 2 دقیقه میزنیم. حالا نوبت اضافه کردن 160 گرم شکر سفیده. شما میتونید از شکر قهوه‌ای هم استفاده کنید. ضمن اینکه توی دستور اصلی مقدار شکر 205 گرمه، اما به خاطر استفاده از کشمش توی این کوکی به نظرم شکرش زیاد میشد، بنابراین 160 گرم شیرینی خوبی به کوکیتون میده. میذاریم خوب با هم مخلوط بشه. یه حالت خمیری میگیره، اطراف ظرفمون کمی تمیز میکنیم. حالا نوبت اضافه کردن یه عدد تخم مرغ بزرگ، نسبتاً بزرگ، به همراه 1 قاشق چایخوری وانیل که از عصاره وانیل هم میتونید استفاده کنید. دوباره میذاریم تا اینا مجددا هم بخوریم. به یه همچین حالتی که رسید، یه مقدار دوره ظرف رو تمیز میکنیم. یه حالت خمیری مانند داره. 260 گرم آرد سفید، آرد مخصوص کیک پزی یا 2 کاپ با 2 تا قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو اول با هم خوب قاطی میکنیم. بعد بهش 125 گرم کشمش سیاه و ترجیحاً بی هسته رو اضافه میکنین. از کشمش طلایی هم میتونین استفاده کنین، ولی خب کشمش سیاه ظاهر کوکیتون رو شیک‌تر میکنه. وقتی که اینا با هم خوب مخلوط شدن، حالا این مواد رو به مخلوط کره، تخم مرغ و وانیل و شکر اضافه میکنیم. حدود 30 ثانیه تا 1 دقیقه هم میزنیم. به این شکل که رسید، بین 3 تا 4 قاشق غذاخوری شیر رو بهش اضافه میکنیم. بسته به نوع آردتون، به کیفیت آردتون، این مقدار میتونه 3 یا 4 تا قاشق غذاخوری باشه. من اول 3 تا اضافه میکنم، هم میزنم، اگه نیاز بود آخرین قاشق هم اضافه میکنم. بعد از 1 دقیقه که مواد مخلوط شد چک میکنیم. اگر حالت خمیری و چسبناک داشت، یعنی اینکه دیگه نیازی به اضافه کردن اون 1 قاشق غذاخوری شیر نیست، که الان من به اون حدی که میخواستم رسیدم. به کمک اسکوپی که برای بستنی استفاده میشه یا 2 تا قاشق غذاخوری شروع میکنیم به قالب زدن. کف سینی فر رو 1 کاغذ نسوز پهن میکنیم و بعد یه دایره های متوسط به این اندازه.
با فاصله توی سینیمون میچینیم. به این دلیل با فاصله چون بعداً توی پخت، توی فر اینا خودش پهن میشه و باید فاصله داشته باشه که به هم نچسبه. آماده است که بره توی فر به مدت 12 تا حداکثر 15 دقیقه. اینم از کوکی های خوش رنگ، خوش فرم و خوش پخت ما. میذاریم تا سرد بشه و بعد توی ظرفی که میخوایم سرو میکنیم. لطفاً کانال آشپزی با شلی رو در یوتیوب سابسکرایب کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید دکمه زنگوله رو بزنید و اگه این کوکی بی‌نظیر رو درست کردیم و از طعمش لذت بردین لایکش کنین.